ادامه مسیر توی روند صحبت‌ها در مسیری که حالا این روند تحصیلی طی شده برات الگو بخش باشه یا الهام بخش باشه؟ در دوره دبستان حقیقتا من مدرسه دولتی درس میخوندم نزدیک منزل، ولی و یعنی از اون اول شروع نکردیم که بریم مدارس خاص و این چیزها و حالتی بیشتر دوران کودکیم بس بازی و حالا فوتبال های در زمان های خیلی زیاد، مثلا از 7 صبح تا 5 و 6 عصر رو. ولی خب مثلا چیزی که یادمه که حالا یکم تحصیلی باشه، مثلا از لحاظ درسی وضعیتم خوب بود خدا رو شکر، یعنی در اون فضای مثلا مدرسه دولتی مثلا یادمه بر ریاضی من خیلی علاقه داشتم. مثلا من یک کتاب کار مثلا کلاغ سپید بود فکر کنم گرفته بودم و حل میکردم برای اینکه مثلا دوست داشتم ریاضی رو، یعنی همچین چیزایی مثلا از دوره دبستان یادمه. ولی خب میگم اون چنان از لحاظ بیشتر سعی به بازی و مثلا با دوستان بودن و این چیزها بود. یه اون واقعیت کودکی دیگه، همون داره دقیقاً چیزی که باید باشه. خب من همین نخ ریاضیه رو، چون همون اول کار زدی تو کار ریاضی بعد داری با من هم صحبت میکنی، بذار من این نخ ریاضیه رو بگیرم. اومدی یه پله بالاتر، مقطع تحصیلی متوسطه اول، این علاقه به ریاضیه باقی موند؟ علاقه بود، چون همه از یک طرف مثلا دبیر ریاضی من خیلی ارتباط خوب برقرار میکردم، یعنی قبولشون داشتم واقعا. ولی اون طرف اون چون فاصله افتاده بود دیگه اون قوت در ریاضی نبود. یعنی منظورت مثلا اون من خب یک مثلا پنجم و ششم اینها دیگه اون عشق ریاضیه از بین رفته بود. عشق ریاضیه بود ولی کار نمی‌کردم، یعنی مثلا همون میگم خیلی دیگه درگیر بازی و این چیزا شده بودیم و اومدم اینجا و مثلا مدرسه خب دوران راهنمایی یا متوسط اول مدرسه یک غیر انتفاعی امام رضا بود، نمیدونم حالا آره حالتی غیر انتفاعی، نه به اون صورت غیر انتفاعی با مثلا چیای بالا و اینها مثلا شهری های بالا، ولی خب غیر انتفاعی که خوب بود از لحاظ درسی. ولی خب من متوسط بودم کاملا در اونجا، شرطم متوسط بود، ریاضی در حد 18 مثلا 17-18 اینجوری بود شرط. مدرسه امام رضا اگه اشتباه نکنم این ساختار مذهبیه، یعنی بیشتر آره میدونم چی داری میگی، چون مدرسه امام رضا رو من حالا تا حدودی دورادور از سیستم کاریشون میدونم، یعنی اولویت اونجا اهداف آموزشی نیست مثل حالا بقیه غیر انتفاعیایی که حالا خب وابسته به آستان قدس رضوی دیگه، بنیاد رضوی، و خب مثلا بود دیگه این کارهایی که اولویت مثلا مسائل فرهنگی و دینی و این چیزها. خیلی عالی. خب پس توی مقطع متوسطه اول یه افتی توی اون علاقه به ریاضیه به وجود اومد، یعنی در واقع از اون پله این که مثلا من خیلی شور و شوق داشته باشم به این که با ریاضی کار کنم اومدیم پایین‌تر شدیم یه دانش آموز عادی که همون وظایف تحصیلی عادی رو تو ریاضی طی کنه. درسته بله. خب من چون کنجکاویم در مورد ریاضی به وجود اومد، این که حالا در واقع بحث این علاقه به ریاضی آیا موند، اگر موند توی متوسطه اولم بوده، بعد اگر بوده چرا رفتی انسانی دیگه، اینجا من کات میکنم چون موضوع. یک نکته ریز من بگم، ببخشید، من هنوز دوره انتخاب دومم رشته ریاضی بود. ولی فکر کردم دیدم که خب بر نمیام از پسش، یعنی اون علاقه صرفا ملاک نیست در اینجا و خب دیگه عطاش رو لگاش بخشیدم بالا دیدیم. متوجه. محمد اومدنت سمت رشته انسانی قدرت جاذبه انسانی بود یا قدرت دافعه سایر رشته ها؟ واقعا جفتش، یعنی من از یک طرف مباحث مثلا علوم تجربی مشکل بنیادین داشتم مثلا، یعنی واقعا مشکل بود دیگه، یعنی و از اون طرف انسانی خب
اوکی تر بودم. همین که برادرم هم انسانی بودن، کلا خانواده حال و هوای انسانی داشتن، منم دیگه به این سمت و سو کشیده شدم و مشکلی نداشتم که بگم مثلا من فرار کردم از اینجا که اومدم، یعنی از بعد حادثه و این چیزا نبود قطعا. و آره دیگه همینجا. تا اینجا من و تو دو تا وجه تمایز داریم. یکی که من کودکیم کلا به زمینای فوتبال میگذشتم اون 7 صبح تا 8 شب. یکی این که چون کل خانواده انسانی بودن، منم گفتم چیکار کنم، منم میرم انسانی دیگه. این دو تا وجه تمایز واسه من جالب بود. میگم مشابهت، تشابه جالب بود واسه من. خب پس این ماجرای انتخاب رشته‌ت بود. خانواده نظرشون چی بود در مورد انتخاب رشته؟ نظری میدادن، نمیدادن، تشویق، تایید، صحبتی؟ صحبت کردیم ولی اونقدر بحث نشد که بگن برو تجربی مثلا برو فلان و این چیزا. من یادمه با پدرم مثلا صحبت میکردم در مورد این مسئله و ریاضی گفتم خب من یک چیز دیگه هم حتی هنرستان هم بود، مثلا بحث فنی هم حتی علاقه داشتم. گفت خب یکی بحث گفتن علاقه، خب قطعا معیار هست این وسط، خب علاقه نداشته باشی خب کار پیش نمیره. ولی گفتن خب اون بحث توان هم هست دیگه، خب من توان نداشته باشم خب علاقه هم از بین میره کم دیگه. انقدر شکسته رخ بده دیگه، عاشق یه چیزی هم باشم دیگه از آخر میگم ولش کن دیگه، بس دیگه. و میگم خیلی عادی بود برام، یعنی مثلا بس بریم انسانی دیگه. گفتم خب بریم انسانی بس. و وارد انسانی شدید و با متین هم کلاس شدی. شما هم پس هم کلاسی بودین از همون اول، درسته؟ آره دیگه 3 سال هم کلاسی بودین. ایمان یه موضوعی که اینجا وجود داره اینه که معمولاً الان توی سالهای اخیر آمار قبولی مدارس خاص و رتبه‌های بهتر خیلی بیشتره توی مدارس خاص، یعنی آمار قبولیشون هم بالاتر نسبت به مدارس دولتی. چه جوری داره تأثیر میذاره این مدارس روی روند دانش آموزانش؟ آیا مسئله اینه که خب من میرم یه سری دانش آموز میبینم که اینا وضعیت آموزشی خوبی دارن، از همون اول اینا رو جذب میکنم و طبیعتا خب اینا همون اول هم وضعیتشون خوبه، میان اینجا درس میخونن، روند رو طی میکنن، پس نتیجه بهتری هم میگیرن؟ یا نه بجز این ماجرا تأثیر متفاوت‌تری وجود داره؟ یک بحثش همینه. خب مثلا دانش آموزی که میاد مثلا مدرسه هاشمی نژاد یک که ما درس خوندیم بحث تیز و شان، خب از یک حالتی الک میشه دیگه به اصطلاح، و اون یک سری رد میشن، یک سری قبول میشن، اتفاقی که سایر مدارس نمیفته. این هم قطعا تاثیرگذاره. یه بحثش هست بحث پشتیبانی خانواده است، یعنی این دانش آموز خانواده‌اش حاضره که مثلا پشتیبانش باشه، میگه تو برو این مدرسه، یعنی به فکر تحصیلش هست. و بحث دیگه خب یک بحثش هم بحث دبیرها و اون فضای اونجا هست که قطعا تاثیرگذاره. ولی خب یه وقتایی خیلی بزرگ میشه این مسئله، یعنی فکر میکنن قطعا هست یه سری مدارس، حالا هر شهری، یا یک سری دبیرها در مدارس مثلا تیزهوشان که خب از این سطح بالای برخوردارن، ولی در این مسئله کم زیاده روی میشه بعضی وقتا و فکر میکنن هیچ نقصی نیست، همه دبیرها خوب هستن، که این اتفاق نیفتاد. به خصوص مثلا برای ما مثلا یک مشکلاتی بود. و نکته بعدی که به نظرم برای خود من به شخص مهمترین بحث بود، بحث اعتماد به نفسه. یعنی شما جایی میرین که بهت میگن تیزهوش، تو تیزهوشان چسبی که به شما میخوره اثر مثبتی داره توی روند. آره قطعا یه طرف میتونه اثر منفی هم داشته باشه دیگه، مثلا بحث برچسب زدن و حالا لیبل زدن، ولی اون طرف بحث مثبتش هست که مثلا شما میگی خب من در این فضا درس میخونم، قاعدتا یه چیز خاصی هستم، یه چیزی در من دیدن که من در اینجا درس میخونم، حالا من با این مشکل برخوردم باید حلش کنیم. پس شما با اعتماد به نفس بالاتری وارد دبیرستان شدی، حس بهتری داشتی نسبت به خودت و وضعیت تحصیلی، و 10 و 11 چطور واسط پیش رفت؟ من 10 حقیقتا خیلی اهل مطالعه نبودم در حد امتحانات مدرسه، و ولی خب اتفاق مهمی که افتاد که شاید 10 یا بهترین یا مهمترین سال زندگی من بود، این بود که یک دایره رفاقتی برای من ایجاد شد. یعنی من از اون حالت انزوایی در اومده بودم، حالتی که زیاد از روابط اجتماعی زیاد خوب نبود، اومدم اینجا یک دایره دوستانی، دایره انسان‌هایی که مثلا خیلی خوب بودن، مثلا از لحاظ اخلاقی، علمی، همه چیز. و اینجا برای من این بحث اجتماعی شدن خیلی مهم بود. یعنی من یک سری چیزایی که وقتی
گفتن که میخواد مثلا سال دهم تاثیر قطعی معدل داشته باشه، یک سری دغدغه‌ای که من یک سری چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب این بچه‌ها که حالتی روابط اجتماعیشون شکل میده، از اون فضای بسته مثلا متوسط اول اومدن بیرون، خب اومدن تو این فضا یکم حالتی اون شور و شوق جوانیه باشه، یک اوسیانی کنن علیه اون چیزایی که داشتن. ولی خب الان باز بیان امتحان نهایی بخونن، الان بیان مثلا همین معادله درجه 2 رو مثلا به صورت امتحان نهایی جدی بخونن و فکر کنن باید حتما چی کنم. ولی خب برای ما این حالت نبود و ما قشنگ فرصت اینو داشتیم که یعنی بریم و رفاقت کنیم، این ور اون ور بریم و از این جهت برای من دهم خیلی مهم بود. و خب آخر دهم حقیقتا اتفاقی که افتاد و شاید کلا روند تحصیل منو عوض کرد بحث رتبه کنکور برادرم بود که تابستون دهم به 11 ایشون خب مثلا رتبه 6 کشور شدن و خب دیگه کسی به هم نمیگفت که مثلا از خانواده که بخون تو همینجوری بشی، یعنی یک بار هم یک نفر به من نگفت. حتی خانواده میگفتن مسئله نیست مثلا این چیزا، خیلی فشار نیار، بعضی وقتا میگفتم به خودت. ولی خب من خودم میذاشتم و میگفتم که دیگه یک بعد حالتی آبرو رو حفظ کنیم و دیگه از همونجا شروع کردم. یعنی شما دهم که بودید داشت تمام میشد، داداشت کنکور داد و رتبهش اومد. آره و برادرم شد 6 کشور. درسته. من اون سال معدلم تو کلاس شدم 7 کلاس. درسته. و معدلت چند شد اون سال که شدی 7 کلاس؟ این نکته مهمیه. آره 19 و خورده بود. درسته. من معدلم کلاس میخوام معدل 11 هم که بودم شد 17 و نیم شدم رتبه اول کلاس. حالا آره گفت رتبه اول کلاس شدم و خیلی اوضاع بد بود و خیت بود و اینه یاد این افتادم. پس داداشت کنکور داد، رتبه خوبی آورد و چه رشته و دانشگاهی رفت داداشت؟ حقوق تهران هستن ایشون. حقوق تهران رفتن. درسته. حالا بعداً برسیم سمت انتخاب رشته خودت میایم دوباره به این قسمت گریزی میزنیم. و دهم تموم شد. قبل از اینکه تموم شد برگردم سمت صحبت قبلت از اون تاثیر دایره دوستی توی زندگیت میگی، چون واسط مهم بوده، گفتی شاید مهمترین اتفاق زندگیم بوده و این دایره دوستی. چجوری توی زندگی اثر گذاشت؟ رو شخصیت اثر گذاشت؟ روی رفتار اثر گذاشت؟ چطور بود تاثیرش؟ نگاه کنید حقیقتا من حالتی بودم از لحاظ بحث شرایط اجتماعی اینجوری بودم که مثلا در مجالس خانوادگی مدرسه اینها مثلا من حالتی بودم که صرفا میرفتم یه سلام میکردم و 4-5 ساعت نشسته بودم یه گوشه و هیچ بعدم هم نمیومد، یعنی نگاه میکردم همه رو، یعنی هیچ صحبتی نمیکردم. و این شرایط باعث شد اومدم سال دهم که اومدم اینجا میگم آدمایی حالا خیلی خوب و دوست داشتنی و ما خب یک سری روابط ایجاد شد و این رفاقته باعث شد که خب بچه‌ها از لحاظ علمی مثلا واقعا خوب بودن. ما مثلا حالا یک گروه 9 نفره مثلا بودیم با هم دیگه، مثلا یکیش مثلا متین شد، مثلا ما یه طلای المپیاد ادبی شد، یه نقره المپیاد ادبی شد، مثلا 2-3 تا برنز، مثلا برنز و نقره المپیاد جغرافیا شد و یعنی همچین جمع مثلا خوبی بود اینجا و این خب یه اعتماد به نفسی من داد و یعنی من گفتم خب با همچین آدم‌های حسابی مثلا من سر و کار دارم، خب قاعدتاً باید یک تغییری بدم، یک با همینا بور بخورم. حتی مثلا کتاب فروشی میرفتیم با هم دیگه، همچین اتفاقی که کمتر برام اتفاق میافتاد، بیرون میرفتیم یه سری کارا میکردیم و از این جهت که میگم همون بحث تأثیری که ازشون میگرفتم، هم بحثی که دیگه یک احساس مثبت و خوبی هم صحبت کردن باهاشون بهم دست میداد حقیقتا و ارتباط باهاشون. پس چیزی که داری میگی اینه که حالا درک من اینه، یه حلقه از آدم‌هایی رو دیدی، یه حلقه از دوستانی رو دیدی که آدم حسابی تو نظرت بودن، ویژگی‌های مثبتی داشتن و با توی اون ارتباطی که داشتی سعی می‌کردی اون ویژگی‌ها رو بگیری، توی خودت رشد بدی اون ویژگی‌ها رو و تغییر بدی. درسته، بسیار عالی. و این فرصتیه که توی نوجوانی معمولاً یه ایده اولیه وجود داره که توی کودکی بیشتر شخصیت شکل میگیره، ولی
اتفاقی که وجود داره الان اعتقاد بر اینه که بیشتر ساختار مغز ما توی نوجوانی تغییر میکنه و خیلی از اون ساختارهای کودکی قابل تغییره و یک فرصت مجزاست نوجوانی، که حالا سنش رو از 12 در نظر میگیرن تا 26 پایان این بیشتر این تغییرات مغزی رو 25 تا 26 سال میدونن. یعنی نوجوانی الان دورش متفاوته دیگه، اون 18 سالگی نیست. دیدم گفتم گریزی بزنم بهش که بچه‌ها بدونن که توی چه دوره مهمی از زندگی هستن و چقدر میتونن دیگه خودشون، حالا دیگه ساختارهای اجتماعی کم رنگ‌تر میشن، نقش خانواده کمتر میشه و خودشون چقدر میتونن تغییر ایجاد کنن و تبدیل نزدیک بشن به اون شخصیتی که میخوان بشن. و اول حالا باید سر در بیارن که به چه شخصیتی میخوان تبدیل بشن و بعد سعی کنن که حالا اون ویژگی ها رو توی خودشون رشد بدن. خب از آخر دهم گفتی داداشت کنکور داد و انگار این یک بازه مهم بود واسط، و بعدش چه اتفاقی افتاد؟ از تابستون دهم اتفاق خاصی افتاد یا کماکان فوتبال بازی می‌کردی؟ نه فوتباله که کمتر شد و حذف نشد، دوره کنکور هم ما فوتبال بازی می‌کردیم. ولی اتفاقی که افتاد که میگم کلا در کلاس ما حالا یک حالت چی ایجاد شد که خب چرا شما نتونید رتبه تک رقمی بشید، و یعنی یک ما هم ذهنمون چی شد که چرا ما نتونیم مثلا تک رقمی بشیم، با اینکه خب نشدیم از آخرام، ولی خب این یک انگیزه داد که ما اگر اون اتفاق مثلا شاید نمیافتاد ما میگفتیم خب 2 رقمی 3 رقمی خوبن این رتبه ها، ولی خب تک رقمی خب مثلا یک بازی بحث دیگه است. گفتم خب مثلا رتبه 3 رقمی 4 رقمی اینها هم خوبه برام، ولی اون تک رقمی رو خواستیم از آخر مثلا به 2 رقمی مثلا ختم شد، به 3 رقمی ختم شد. میدونید اون دیگه منو از همونجا گفتم شروع کردم. من البته خب یه سری تجربه هم تو المپیاد داشتم، مثلا واردشون شدم، مثلا اون دوران یکم برای المپیاد ادبی خوندم 1-2 هفته‌ای مثلا، و باز برگشتم به بحث کنکور و شروع کردم. ولی اون ابتدا واقعا وضع مثلا زیاد جالب نبود و حالا ساعت مطالعه اینا رو بذاریم کنار، کلا از لحاظ درسی زیاد مطلوب نبودم، ولی خب یک احساس اعتماد به نفس شکل گرفته بود، تا حدی هم کاذب بود. یعنی فکر می‌کردم چیزی هستم که واقعا اون نبودم و دیگه ادامه مسیر باز سال 11 هم باز جدی‌تر شد مطالعه. پس تابستون دهم خیلی اتفاق خاصی نیفتاد. سال دهم امتحانی درس میخوندی، رسیدی به سال 11 و سال 11 چطور پیش رفت در طول مدرسه؟ سال 11 خب چون تو همون مدرسه با هم درس میخوندیم خب یک سری مباحث ایجاد شد که دیگه من میگفتم من تا یک زمانی شخصیت مستقل نداشتم، من مثل پدر پسر شجاع بودم و من گفتم برادر احسان کلات عربی، این سری معلم‌ها، این سری بچه‌ها و اینجوری بودم. من مثلا صحبت میکردیم هرچی میگفتیم مثلا معلم‌ها یاد ایام میکردن، آخ احسان مثلا این بود این سوال چجوری جواب میداد، احسان چیکار میکرد. و من توی شرایطی بودم که خب میدم خب من که نمیتونم بیام به دبیر مثلا 50 ساله رو بیام اعتقاداتشو چی کنم بگم استاد لطفا این کار نکن. گفتم خب خودمو تغییر بدم که دیگه این اتفاق نیفته. درسته. و اومدم آزمایشی ثبت نام کردم، اونم یکی در میون میدادم، مثلا چی نبود برام و خیلی اهمیت نمیدادم بهش، اینجور نبود که بشینم بودجه بندی رو چی کنم و همه رو بخونم. 1-2 تا دادم، باز وقفه افتاد، یکی مثلا همینجوری و بیشتر برای باز هم همون حد مدرسه بود، ولی خب یک لول بالاتر. باز هم خیلی چی نبود که بگم من دوره کنکورم از 11 شروع شد و خب یک سری شکست‌های عجیبی هم بود تو این دوران و به خاطر همون چیزی که مثلا من یادم نمیره یک آزمونی بود مدرسه‌مون برگزار کرده بود، آزمون تستی. بعد خب اولین آزمونی بود که من میدادم بعد از اینکه خب برادرم مثلا رتبه تک رقمی شده بود. خب من گفتم که خب دیگه حالتی وقت نمایش شد دیگه بریم تو کارش و گفتم خب من به مثلا 3 کلاس هم بد نیست، ولی خب 1 و 2 باید بشم قطعاً و باید نشون بدم خودمو. من رفتم این آزمون رو دادم و شدم 12 کلاس، یعنی از همون چیزی که بودم هم بدتر در اومد و یک سری بچه‌ها که اصلا نخونده بودن اومدن از من بهتر شدن و از کلاس مثلا 20 نفری اینا 20 خورده نفری و من ریختم اونجا مثلا و
دیدم نه مثلا خیلی کار داره هنوز. و این ریختنه، بعد این ریختنه اتفاق خاصی توی زندگی افتاد یا ادامه دادی؟ ما دیشب با متین صحبت می‌کردیم، میگفتن سال دهم دیدم اوضاع خیته، نفر 6 و 7 کلاسم، گفتم ای بابا این چه وضعشه، من جام اینجا نیست. بعدش مسیرم عوض شد. حالا برای ایمان بعدش مسیرش عوض شد یا فقط همونجا ریخت و دوباره روز از نو روزی آره عوض شد تقریبا. عوض شد. من حالتی خیلی اون روزش واقعا روز سختی بود برامون، ولی خب من 2 هفته 3 هفته بعدش یک آزمون سنجش استانی برگزار شد و اونجا باز شد بهترین رتبه دوران تحصیلم، شدم 3 استان مثلا. یعنی به این فاصله که مثلا شاید بدترین و بهترین بود در همین فاصله 3 هفته‌ای و اونجا باز اعتماد به نفس برگشت داد. و تو این و گفتم نه بازم عوض کردی یا همینجوری دوباره همون روند رو طی کردی رسیدی اونجا؟ و نه خیلی تغییر خیلی گسترده ایجاد نکردم، ولی خب میدونید یک جوری بود که خب من گفتم من کفشو حس کردم، یعنی از این بدتر نمیشه. خب من دیگه ترسی نداشتم و رفتم سر جلسه آزمون و آزمون رو دادم، یعنی دیگه ترسی نداشتم که خب وای اگه بد بشه چی. خب اگه بد بشه میشه آزمون قبلی. خب تو اینو تجربه کردی دیگه، خب این دیگه چه ترسی داره. درسته.